الان توی هفته اول دی ماه 1402 هستیم و کویک S بدون استاندارد 85 گانه قیمت کارخانه‌ای 282 میلیونی و کویک GX قیمت کارخانه‌ای 360 میلیونی داره. هر دو خودرو مدل پاییز 1402 هستن و با اختلاف 2 ماه تحویل داده شدن. دو ماشین در ظاهر تفاوتی ندارن، پس ببینیم این اختلاف قیمت حدود 80 میلیونی بابت چه چیزی هست. کویک GXی که در اینجا میبینید نسخه لو آپشن و کویک S نسخه فول آپشن هست. یکی از تفاوت‌های ماشین‌ها اینه که در نسخه GX سنسور فشار باد تایر وجود داره که البته نسخه S 85 گانه هم این مورد رو داره، اما خبری از ESP یا سیستم کنترل پایداری و کنترل کشش در سربالایی نیست که این خلاف چیزی هست که سایپا تبلیغ میکرد. تفاوت دیگه این دو خودرو که شاید به مونتاژ خودرو ربط داشته باشه کیفیت دست دنده و نرمی عوض شدن دنده است. در کویک S دنده به سختی عوض میشه و شماره های دنده رو با یک لیبل روی دنده قرار دادن، اما در مدل GX دنده راحت‌تر تعویض میشه و کیفیت بهتری داره. تفاوت اصلی این دو خودرو موتور سوپاپ متغیر یا VVT اون هست که سسب بخار قدرت بیشتری داره و آلایندگی اون کمتره. با این حال در تست رانندگی تفاوت چندانی حس نکردیم و کمتر بودن آلایندگی اون کمکی به حال آلودگی هوا نمیکنه. در آخر یک نکته راجع به مانیتور کویک بهتون بگم که رم اون 1 گیگه و اصلا به درد برنامه‌های مسیریاب مثل نشان و بلد و گوگل مپ نمیخوره، ولی اگر میخواید دوربین دنده عقبه با کیفیت نسبتا پایین داشته باشید بهش فکر کنید. از نکته منفی دیگه این مانیتور اینه که در هنگام رانندگی از پخش فایل تصویری جلوگیری نمیکنه و این خودش باعث خطر در هنگام رانندگی میشه.